دریای اشتیاقم غرقم شریک دردم با دیگران انیسم با تو شریک و همدم گر با دیگرانم جانم با توست هر دم من و مای بس گمانی بشنو صدای قلبم من عشق و دوستیم ازمن چرا میرنجی براموز فهمانده بد نفهمیدی دخترت اختطاف کردم نفهمیدی خیلی چه کنم زندگیم در خطر است حیاتم در خطر است یادت میه یک وقت در مکتب مرا معلم کرد چوب میزد چوبش از دستش گرفتم سوختاندم زیر پایش انداختم با یاد داری؟ بعد از چی شد؟ وام یادت هست؟ از اینکه تو مرا با مرمی میزنی من هیچی راست ندارم بلکه با بسیار افتخار و سربلندی سینه خود از پر مرمی تفنگچی تو میسازم ولی یک چیزم متوجه باش افضل که تو از پنجه قانون خلاصی نداری تو میدونی که من دوستی تو با کی دادیم؟ اصلا فکرش کردن نمیتونی که ما دوستی تو را با کی دادیم فرکو ناجوان افضل من از فلسطین نیستم که برای تو عذر کنم که مرا نکشی به از وظیفه ایجاب میکنه اگر تو نکشی مثل تو یک خانه دیگه مرا خواهد کشت پس ترس از چی؟ به از زودتر دیگه چیزی کردن نمیتونی فایل کنه؟ فایل کن ناجوان به ازمی کاری تو هست فایل کنه؟ ببرین این از پیشوریم گم کنین
در این خانه هیچ کس قصه من نیست. هر روز زنگ میزنن که بیا بیا، وقتی که آمد هیچ کس هم در ایران نمیایه. کجاست پدرم؟ خیرت است؟ شما کی هستین؟ نصیر چی گپ است؟ اینا اینجا چی میکنن؟ کی هستن؟ دختر جان از حوصله‌مندی کار بگیر. از حوصله‌مندی چی؟ نصیر اینا چی میگن؟ سیرو شده که پدرم گم است. شما میگین که از حوصله‌مندی من کار بگیرم؟ چی گپ شده؟ چرا از ما بود میکنین؟ تقدیر پدرتان از شما گرفت. غم خانه شد
نصیر، من از بدرفتاری که در مقابل شما کردیم بسیار زیاد شرمنده هستم. مرا ببخش. من معذرت میخوایم. تو خو میفهمی که من چقدر پدرم دوست داشتم. تنها منی، هر دختر، هر کس پدر خود دوست می داشته باشن. اما من... آرام باشین. شما به استراحت ضرورت دارین. ما هیچ وقت از شما نرنجیدیم که معذرت میخواین. من میفهمم اگر خداوند پدرم از ما گرفت، یک برادر، یک بازو، بر ما یک امید دیگر داد. من اگه داخل بیایم مزاحمتان خو نمیشم؟ نه خور جان، بیاین. ما دیگه کاملا خوب شدیم. ما میخوایم که خانه بریم. امی که سرت به زینه خورد، بخیالم که یادداشتت از دست دادی. نه خور جان، هیچی گپ است که تو میگی؟ ما گفتم خانه ما بریم. خانه شما نی، خانه ما میریم. بیاین خاله جان بیش. تشکر بچیم. چطور است یارزو دخترم؟ نه خاله جان، ما به خانه خود ما میریم. ببینین دخترم، ما مثل مادرتان هستم. دو خانه تنها چی میکنین؟ هر لحظه یاد از این بیادر شما رو میرنجانم. بر یک چند وقت امرای ما برین. دو خانه تنها چی میکنین؟ خالم راست میگه. من دیگه دو خانه نمیرم. نه خاله جان، ما به خانه خود ما میریم. ما دیگه تنها نیستیم. نصیر جان از ما محافظت میکنه. بیایزم دلش در خانه ما گرد. دریای اشتیاقم ای غم شریک دردم با دیگران انیسم با تو شریک و همدم. درست است. اگر مقصدتان از محافظتان است، پس ایرام امرایتان ببرید. امونجا از شما محافظت میکنم. درست است خاله جان. بیازم ما در این دنیا بدون شما هیچ کس نداریم. تنها شما هستین که آم نخوارک وسیله جمع که بریم. خو خارجم. بشنو صدای قلبم من و مای بدگمانی بشنو صدای قلبم
السلام علیکم پدر جان. بخیر آمدی؟ جورسی؟ خوب هستی؟ شکر. حمید. سلام علیکم. سلام جانم. خوب هستی باشیم. ساعتت خوب. بخیر سلامت. بخیر آمدی. تشکر. بفرمایید. نام خدا. بفرمایید. کجاست مادرتشون بچم؟ نمیفهم، با فکرم خانه کازیمشون رفتن. خو اما عظیم خان رفیقت که گفتی پلیس شده؟ حالا دیگه پلیس نیست. چرا؟ پدر جان میگه نور کشتن. چی میگو بچه؟ کجا؟ چه وقت؟ چرا قدر آرخطا میشی؟ البته که همه قدر عمرش بود. هر کس میموره. واقعا من بسیار متأثر هستم. خبر نداشتم. از این بیادر عمر خود به دخترکای معصوم خود بخشید. اینا همه بی سرپرست شدن. خیر از چیزی که رضای خدا باشه. خیر است. دخترم بسیار زود در کدامتون بخیر صاحب یک سرپرست میشین. بعد از این من سرپرستی از اینا رو میکنم. از این به بعد ما سرپرست اینا هستیم. اینا جز خانواده ماست. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی مغرور به تکلف اندر بساط هستی من ساز زندگیم ازمن چرا میرنجی پیغام آشتیم ازمن چرا